اما خب بینی رمی دتای زانوی میره که ولی ما مردم رو بازی بدیم برادر تاجیک و ازبک و بلوچ و سندی و پنجابی و دیگه بدر ما همی بینی رو بال منو بدر میگره ما بابای تو کاکای خوشی راز را خورده آزر کی بلدی لاله دیگه هم بلده آره هم بلده خب مثلا بود بگیر شد بخاطر بگیر شد که پارسی یاد داشت خامت تیز نه نمیخوام گفتن نه تیز مثل ما ولی نه بگیر شده دیگه بگیر شد با شکست خورد ویدیویشو سعی کردیم ما نفسده بودید 32 آمدم آی سکا ایخ ما خریدم میره تو چرا برادر میره تولنی پولش هم 3 ماه پیش دادم آره یه چیز بگه یلکو دور پی بالتر کو خونده خر بخر ما تو خونده خر این میرخم بخرم نیا خانواد اشتقای مار تماما بردی دستاری پایدا بود ما خریدادم از اون چی باز امور کتال کد با گفتم ما اگر لالی سلام دوستای عزیز امید که جور صحتمند باشین در هر جای دنیا هستین خوشحال باشین آبیاتین سلام از دل امید که جور صحتمند باشین در هر جایی که هستین که خوشحال باشین دیگه کنار خانواده باشین عزیزا دلایشون جمع باشه دیگه خوش کارش من پر از چکی دوستامو هم دیم دیگه امروز نوبت چی رسته خاکران گیری شمس الله خان دگیر شمس الله باریک دوستان مو یک میگه چی آذرگی بلده جوگو فارسیش خیلی خوبه دیگه دوستا بیننده باشین اینا لی شمس الله خیلی سایل کنیم این طرف رم یک دفعه یعنی مامای من یک کاکه ما خب کاکه کجا آمده بخیر سلام دوستان هر جایی که هست جور صحتمند باشید ما امروز همراه از خبرز خدای ما اکتیو فعالیتین در ولایت زابل ولسوالی خاک افغان در منطقه جنگلی که بودیم پالی از این دوستا یک دا هست اینجا بود یک چیزای یک جوگ فکایی بوگه باید یک تفه مو در او رایی دمو طرف بود یک نظر دیل شما هم شاید کنی یک لحظه شما خود از ما بخندین آره مو منظور از ما فقط اینمی بیلاگ از ما همین که یک لحظه شما بخندین قد از ما آره دیگه مو در او رایی بخیر که باری پالوی شمس الله خان سمت الله خان نامش سمت الله خان مو صحیح دیگه گیرم زو بریا یعنی جایش هم همینجا دیگه جنگلی نامشه اینمی آقیل شه خوب سرسبز آقیل دیگه پیش که گوش منید بین دو کو اونو من ولسوالیش میشه ولسوالی خاک افغان این منطقه جنگلی موگه از اینکه تر وشی تورگان موگه گلزار موگه لخیل موگه بس خاکران موگه منطقه می نام دیگه موضوع مسیرم دی خواهلایش چی نام داره قوقا است منطقه قوقا و خرپروی ترم دی نه دیگه این دفعه قدر گشتیم خود دیگه موفق باشین دوستا دیگه بیننده باشین جوگار گوش کنن سابسکرایب کن بده لایک کن دیگه بخیر باشین دیگه بای بای بخیر پاسش بخیر امروز دیگه در جای دیگه مهمانیم سلام علیکم سلامت باشی بخیر باشی خوب است برات جور خیرات بخیر سلامت اوقات خوشه انا بچه چای رو میگم خانه بگویی اختیار از ما یشتی تو خب گابی است خب ما یک عادت تو منمی امان کستا قنجرز ما رضا کشته شده ما یک احترام یک آدم رو درم جور باشی چرا که من خودم بس مردم ما را احترام منم 100% اگر ما قنجره یک آدم احترام نکنم احترام از ما هم نمیشه نموشه صحیح ما قدمزی جاغوری والا کستا این زن و مرد ما رو میشناسه که اون سمت الله آمد تنوز خوشم الحمدلله خدمت از ما شده هر آقای کستا بیکای آقای ما قنجره شوخی نمو آبی پتول و آبی پلانی و بسان ما را یک نام میره نه نو شوخی ما قنجره بچه شوخی دروم شوخی نه نام تشیندیم که متأ از کجا تا کجا رم دیم در خدمت اره نو باز نمی کستا اسم کستا اسمت الله اره لقب کستا باز پیروزی اسمت الله پیروزی آره باز نمی جنرال کستا کلان قنجره ما شناسه ما ویدیوی در قنجره کی دیدم در چند پروژه ای که اینجا رفته دی سیل کردی آره قنجره چی نام داشت اخلاصی و نه و دیگه نجیب آره و دیگه الان کی بود بختیاری عبدالنبی شد بوده آره عبدالنبی کستا بود بس خیش از ما میشه مثلا او یه نه دیگه آره
خشوید دیگه. آره عبدالنبی که بود دفاتو بگل شد بخاطر بازی بگل شد که فارسی یاد داشت فهمید تیز نه نمیخوام گفتن تیز مثل از ماوری نه بگل شده دیگه بگل شد با شکست خورد ویدیویشون سعی کردیم آره اون زده بودی در اون پروژه او یک جای رفته بود در یک منطقه برادر میسم ولچنجی ببیش در یک منطقه رفته بود باز یک سیاسرو میشیشتد خب موتکیا یک دونش گفت که عبدالنبیه دیگهش گفت نه نجیس آقوه یک رفتر در بیخ نظام گفت که وای یک عبدالنبیه نجیس آقوه نیه فهمیدی؟ نجیس آقوه نیه یعنی ما رو بگیم که نجیس آقوه نه؟ آره ما در خیلی خندیدیم در آدم خوبه در تلویزیون شما رسایل کردیم واقعا گپای خیلی زیبا فکایای خوب موقعین شما خیلی عالی یا آذرگیر شماست که جایت بلد شدید آذرگیر ما بخاطر ازی بلد شده که ما ریزه که نه ما مندم نه اره از مادر که مندم باز یک زنی آذره که بود او مرکتک ده او غلام حسنی درازم مگوت مردم امی اشمو کسته یک لقب بلیش میره 100% از ما مردم یک لقب هست چیکار ازی کسته پالو میالی نام خو غلام نام یشمو پالو ای کاکای تو غلام حسن کچک ده غلام حسن خو بیراردنی با کل میه آره اونمو کسته باز اونمو خزان ازو کسته اونی ما رسیند در مارکتک ده 5 سال ما کنجگزو مندم که پارسی کسته اول زیبان ما کسته پارسی واش شده بعد از 5 سال کسته باز ما چیز کنیم که مثلا بیگ در تو فارسی خیلی خوب بگل شده دیگه مثلا ما نرای باز زمین غانی ریاد گرفتیم گبین جسته کی برادر خود تو نیمه از رای دیگه نیمه از رای آره نه خب ما کسیم یاری کلان چی بالا میگیم بخاطر اینکه ما نه فهمیدیم چیزا بچی از رای نه مادر ما از رای آزوم از رای این باشه بالا خیلی عالی ما یک وقت در کاکای ازی یک چی سودا بودم خب در کاکای ازی یک جوگه خب آره در کاکای ازی یک چی سودا بودم او کچا بود کچا بود تقریبا در 15000 خریدادم در 120 درهم باز رفتیم گفت بیا بری خوجاینو کی توخ کنه خوجاینو زبر توخ کنه اگر وا تایید کرد بدر مو میگی اگر نشد آره اونجا که رفته برادر یک دونه بابا اموی دا کای خمیتر دراز کده میتر ششته دا راه ایت خود طال میده ما سلام میگم او با کل سلام علیکم علیکم سلام بخیری جا ماشیم جوره بخیری بخیره کجا رئیس دید و نه با کل رئیس دم اینجا بالا خوجاینو زبر مگه امزی پلانی شناسه بدر امو بلده زوم رفت موری که امیر بشناسه خوبه بیجرگاه چی رقمه اون مگه بیرو چی ده زوار خوجاین چی ده گوی خمو پا ما ما توخ کنم اصلا چیز شناس خو مای مینجی که توخت بال کرد نه هیچ خداییش خوب مالا خداییش خوب مالا والا مالی مسلمان خوب مالا ایت با قرآن اگر نه لنبر شد توخت داشتد دیگه شد جب مخور نه پیر بود از این که ما گفتم اما 200 روپیه بال گفتم مور دادم ما گفتم میر جب خو برو دیگه خودتون فهمیده که همین مال خوبه یک ما پستر امی که ناظر زنگ زده یعنی ناظر خدازای قنجقه لایقت آره امی لایقت که زنگ زده در ما موتاو که سمت الله در کجایی او بعد خانه ایم میگه او خواهد بلیت شونه تو امو یسا کاکای از ما چی رقم بازی دیده امی اتی بلوج را آره از اون که ما گفتم بالی از گفتم بودان خود بیگر ولی لایقت تو که هستی قنجقه از ما شخی داره امو بیگر او اشتاق از ما طول کده یک سال اشتاق از ما رو برد نه ما اشتاق خریداد امو آمد بدر یک آجای مرا مگه حالا بیشی میگی نان و چای بخور یا خدای دیگر روزا که میامدم آجای نمیگفت که نان و چای بخور این چطور مگه که نان و چای بخور با خدا یکو کار است یک روزا من شیشتم که بدر دغدغ کرد که دغدغ کرد بدر دغدغ ترزو آمد ترزو که آمد بدر از اون چی تو خودم تایلو که بدر یساق همونجی 32 آمدم آیسا کاکایی خو ما خریدم میره تو چرا برادر میره تولنی پولش هم 3 ماه پیش دادم یه چیز مگه یلکو 2 روپیه بالتر کو خونده خره بخر ما تو خونده خره میرخم بخر منی او خانواد اشتقای از ما تماما بردی دستای پایدا بود ما خریدادم از اون چی باز امور کتول کرد با گفتم ما اگر لالی تو زنده بود ما میره پرسان آره جبران منون کی کاکای چی رقمه یک خاطو داره 2 نداره 3 نداره ما خاطو کو 2 نه یعنی یک نیم نه حساب کنم یک دریش کم نجوره
خب اولش نداره یا دومی؟ نه دومی همی 12 که است همین دیگه تا که بذاره همین جاور نمیداره کم وقت دیش میگه ای مگه گرده میداد ای پس دست میاد گرده تو پیسه خدا گفتم سلامت میورتون سلامت خود نشد الله خدا ما گفتم که در افغانستان سلامت آدم نمونده ما گفتم او خب باشی دو خاتون نداشته شه ما میگیم امی دو خاتون که است نمیدی پس نه که است اولاد خود نداره و پیش نه که است اولاد داره خب از خاطر که اولاد نداشته خاتون دی اولاد نداشته ده خاتون دی نه خب آره او اولاد نداشته اونجی که ما خاتون داشت اردو ما بخ میکشک نه او که است یکم امیتر روح میگره خب روح میگره آره روح میگره کالا را موشیه چادر را موشیه برد و پاک بونه ما دیروز میگی چیز یک ما لباسکار پوش دادم پیرون یک رنگ بود تنبونیم دیگر رنگ بود باز در بازار همی مزاقی گنجگه گشت خورد بود یه چرا پوشیده ما گفتم یک است یک جورا کالا یک خطا بود یک جورا کالا رنگ شد آره یه گفت که یر بوب شو و گفت که یر بوب شو باز ما داشتی گفتم ما گفتم خیر همی تنبو از یک باشد پیرو از دیگر باشد شیل اردو بدر گیریتون در دیل خوبه خدا تو والا خیلی زرنگی آره اردویش خوش آره خو چی رقم شما خاتو زورک نه شما زورید نه مو زوری مو خو از رنی مثل تو ولی اگر مدگاه سودا کنیم یک دفعه کنجه بکای سلا کنیم وای راست میگی والا او دی ابی ما بی ما می مدگاه سودا کنیم نکنم یک دیگه باشد او دی ابی کمبرکور تو چیز میگی یعنی بوز سودا کنم یا نکنم ولا پلانی هم ده میخره مو برو چتیر نه تو کاکای خوشی راز را خورده آزر کی بلدی لاله دیگه هم بلده آره یه هم بلده خب مثلا یاد یک سال چپو بود اونجی خو ای بچه تیا ای بچه میه های خو که بیرارت نه ای بچه میه از خود کچتره مگیم نه او خونو کم پیر معلوم میشه کی شده سالی بخاطر معلوم میشه که می ریش کاسته در مو ریش رواج نه یک چیز دیگه است این بدون شوخی میگم خان موقع که میشه زود ریش میاد با زود پیر میشه پیرم میشه سفید هم میشه آره ولی از درگو کسان با کلار که پرسان منی او با کل چند ساله ای او بابا ما یکو 25 ساله باشم 125 ساله او خانابا تو تانوز یالی در دنبال شغله میکی بکنی والا نصیب کنیم والا میجی با خود نصیب کنیم گفت که بیا بر شغلم کندو برادر جان عزیزی نمو باری تایلو خوب باری همونی که ماری پرسانی چند ساله ای با کل والا 125 ساله ای 115 ای از مو که دمی 60 میرسه زور میدونه دمی 70 که رسید میگوید والا پلانه یا کلو ده خواهد دولی یا کلوش نه موتره این دفعه چیز نمیشه مگه 70 سال میشه 70 آره ما میگیم که خواهد دولی 70 سال 100 ساله یگو در نفید نه بعضی مردم کسته یعنی گوشت زیاد مخوره یعنی مردم چینایی ها کسته که چیرش سیل کنی در نظر ما یکی حتما یک 25 30 کورسان گیره میگن ما 60 70 این مردم در یک کار نمیفهمه خب یعنی اینمی تو خود دیست این میشه 18 مفهمی؟ این میشه 81 یه 18 دبله زی بیلو که 99 میشه یعنی دینمی که است باز چیز میشه که 99 اسم خداه فهمیدی؟ باز همی 18 که ازی ولب کنی 63 ممنه 63 که است عمر پیغمبری ما شد اگر خالی 18 کنی 18 که است بی بی فاطمه موری بی بی فاطمه تو خو مو که است مو یعنی کوری با قرآن کور نباشی اگر کور نباشی اگر مثلا یک قرآن بلد باشی مثلا یک کتاب دینی بلد باشی یا مثلا مکتب بلد باشی چرا بدر چی میزنه روش نباشه سو بوری نه واقعا علم کس باعث روشنایی اینا لیزت خانه سر چیز حال کرده آزرا گفته دوکری که روانیه آزرگا بگی تتل نه ایت غمش نه خب ایت دخشش نشو ایت دخشش نشو یا کسا یا نیلغا خدا خانه رو به نیلغا نکنه خب 100% نیلغا که در خانه بود 100 آدم تیره اگر نیلغا نباشد دیگه فقط یک اندوالا ایران میگه که در ایران موره دکانی کولا موره اندوالا تا میشه در خانه پس موره برو آره یعنی می نیلغا یه اخلاصی جناب باشه تلفن مونه دیگه آره تلفن مونه شما خو نیلغا را یار خو مومنان میگید دیگه آره مو مومنان میگی مومن
همه چیز امی راست ما نمیدیم مومن کسته خدا سرشی روزه واجب نکرده بگناه دیگه آره خداشی پرسان نمونه که خوب کردی یا بد کردی آیا هر گناه که باشد درشی مبخشه یا خاک ده بلیز موش مو کنه در کی دو قدم را موریم از مو پرسان مونده بگه تو کجا رفتی قدم ده قدم بیدر پرسان است امی لباس که موش مو مبچی امزی لباس که است نه پرسان است که تو لباس از کجا کردی از کجا نگدی در وطن یک غریب بود تو یک نان دادی یا ندادی یا قربانی یک صدقه کردی یا نکردی نه 100% از موش مو پرسان است 100% امی چیزا مومن که است مومن خوبه امی تیپ لرزه که پرسان نیه نموگه که از کدام دور مایه نموگه که کدام دور موره بیگناه آره همین ما بین از ما مثال نموگه که از اوقا اگان توپوگ مپوگ اگان چیز بیگر که بخت داره یا علم زوستون از مر کاکا گو چیز بیدی نه که مگه اوقا بخت داره که پوکو که یواتی و یا دغو که غلقی بیوتا غلقی شده کوری بیوتا دونه غلقی دان دیتوار کسی دی په نیک شګو من نسی خدا پاکي شګو نیک دره خیر یک نه باید چیزی که پشی دغه وای آفرین اینه چی چازره که گردبندم پیدا کرد جایزه توکل با خدا یا الله خیر یا خیر که تا گردون نه میشه توکل با خدا میشه چک ماشاءالله جور باشی این دیگه بریز ما میشه با بینی حتما دیگه بینیش نیا بینیش چیز کار شده بینی پیدان چیز کار شده کلان میشه بازم کم گوش کن این بینی که بود امی بخشگر که بود آزره بود خب اما خود بینی را می دتای زانوی میره که ولی ما مردم رو بازی بدیم برادر تاجیک و ازبک و بلوچ و سندی و پنجابی و دیگه برادر ما همی بینی رو بال منه برادر میگره ما بابای او که همی چوک میشه نه دیگه اسم مگه آلا لیما تیما نه خورد در کل گشت که بخش من آخریش مگه والا پایدار خما کردم بینی خوب خمی جشتو آره یکی مردم مورا برادر پیرشیم را گاهیم یک ماچ توش مور بازی دادو تا که بخش ای خاک در روی حضرت قسمت چی بیجرگه شد بیتر امور پچوک ملا بیتر یا لکستم درگو کسا بخلا دمشی برو موشه خاک بسای اوگو دمالستان رفتم باز میگوت اولا تو دا پرچی مفهمی که نمفهمی ما گفتم یا انا پیگم دا اوغانی گفتم اونجی خاتنو میخیندید فهمیدم که یک کار است با خودم نباشه گپ است آره ما گفتم یا از نپیگم خیر یا شروع کرد کی تر نجس اوغو بود کی فلانی بود کی تر بود کی ودر بود فلانی بود چی تر بود زد ما می کتک لغمه منم زود بدم نان چای مخورم کی بدارم کمی اختیار کنم زلی کی ابو گشنانم تو خبر نشد نان خوردم از اینجا باشتم ما گفتم ها غیگو خانهش ما بعد خدا پیس ببخشین شما قدر زحمت کردین دندی اوغنو دوکیام کردین بسیار ببخشین در زحمت شدین شما زحمت کشیدین اما دیگه شما چیزا که گفت ای خاک در روی اوغو تا کرد در موجی خاک در روی اوغو بود نه ای خاک در روی اوغو فهمید والا از اینجا ما گفتم شما ببخشین والا قدر زحمت کشیدین در ما دوکری کردین مثلا اوغنو دوکری کردین نه بعضی عادت داره نمیگه خاک در سر اوغو شد آره خاک در سر اوغو اگر کار یکم بیجرگه شد نمیگه کار اوغو شد کار اوغانی دی آره کار اوغانی دی شما ما بچیم در مو از رش مثال از مو از درمو باز نیا درمو نه ممکن سفسال لگه نگه چیز درمو کلان چیزا که است یک بینیش کم پچوک بود موگوت امی قاش که بال مایا موگوت بود است بینیش تر توکو مثل ازراوان موگوت تا پس او گورم لکه ازرگای آره بینیش آره بینی ازراری دیگه امزی تورا بالتر دیگه نبود نه دیگه اون بود دان می خاک دسر باشونه اشمو بس کار بیروش می خاک دسر بود امنیت امنیت خیلی خوبه مال که تمام مردم در جای میگردن میشه یک نعمت خداست در جان شریع شاموری روزموری نموگه که تو اوغوی نموگه که تو از رای کلان یک برادر یک خدا نکنه که این کار دیگه نشنه بازمی جوانا که بود در ما گفت موتی یک نقل یک قصه کنو نه در ما بسام یک نقل رواج بود که همی آدم خان و دلخانی مثلا لیلی و مجلون کی مومن خان شیرینو یوسف خان شیربانو اینمی کس نقل بشود که چی رقم
در سر زیاد چی رقم سال گذشته عمر زیاد چی رقم شده اشو که یک دیگه بود جنگ و جدل هم بود در فلانی جزرات پسم فلانی بچه ایتر بود کیتر بود یک وقت ما قسم کردم امی چراغ رو گل گدی خو گدی بدر ما می نقل شروع دوم امی جل ما بدم کنجمی گوتی ای مگه پدرش نه میگفتم میخوام کس خوکنیم با خدا ترکیم افغانی مو گفتم مخو سرک نیه که آدم که تریک شده اوه زیاد آدم بره آره خوشی باید چه دیگه مونی دور ده خدا یه تایید یا خون زمان یعنی می تایید تو خو تایید از کیه؟ این تایید یا خون زمان خدا بیامرزه در کوچه در تل غجور بود دام زی سیزا بزی قل جنگل قل جنگل یا لیک دن بچه